سلام دوستان عزیز. آقا حالتون چطوره؟ امروز اومدیم با یه ماد TNT های خفن برای ماینکرافت بدراک یا هم موبایل. خب بذار همین اول کار یه نمای کلی از TNT هاش بهتون نشون بدم و میبینید مشاهده میکنید این همه TNT باحال و جالب توی بازیتون داده و آورده این ماد خفن. خب بذار یه TNT جدید رو تست کنیم واسهتون. اولین TNT که میخوام اینو TNT که میخوام تست کنم این TNT میری جلو، این میکشه طرفو، هر مابی دورش باشه میکشه، بعدا منفجر میشه. حالا یکم گوشه من لگ زد، حالا دیدید دیگه. بذار خودم نشینم، بذار رو حالت پرواز باشم، یه دونم بزنیم. ببین میکشه آدمو سمت خودش و میترکه. این خیلی یه مزیت جالبی که این TNT داره، خیلی باحاله. حالا بریم دوم TNT امتحان کنیم. دومی TNT این TNT است و میبینید خیلی به جزئیات این مود توجه شده و هر کدوم از این TNT هایی که تو بازی آورده ویژگی خاص خودشونو دادن. اینم بذار روشن کنم. حالا دیدی ترکیدن چه موقعی ترکیدن چی بود ریاکشن هر چی، حالا جالب بود موقع ترکیدنش. بذار یکی دیگه هم بزنیم. قشنگ ببینی چقدر جالبه. این با این یه نکته است که با این مود و با بقیه مودای TNT متمایز میکنه و خیلی بهتره. این حالا هرچی بود این خیلی بهتره. خب بذار یکی دیگه تست کنم. TNT اینو تست کنیم. کلش هم کلادا و میبینی رعد و برق میزنه اونجا رو. میبینی یه ابرمون بالا هست داره روزت نمایی میکنه و میبینی چقدر رعد و برق میزنه و اون جایی که TNT ترکیده. این خیلی باحاله. و بذار یکی دیگه هم تست کنیم. این TNT یخیه، اینم تست میکنم. حالا میبینی سرما شد، یعنی اینجا اون بغل هم پوشن بهمون اضافه شد. وقتی ویدیو اسکلتونا بهتون دمیج میزنن میمیرید، حالا بهتون دمیج میخورید، این هم همون پوشن رو به شما اضافه میکنه و باعث مردن شما میشه. حالا یه موشک هم اینجا داره، راکت TNT. میبینی شبیه موشک فضاییه، میزنی و میره بالا و بالا رفتنی ترکید و میترکید همون بالا. حالا میبینی اثراتش رو زمین است، یه مربع کوچولو رو زمین. حالا همین رو زمین بهتر کنیم، خیلی جا میتونه کنه. خب TNT بعدی که میخوام تست کنم این TNT و میبینید خیلی TNT هیکلی هستش، اسمش هم مگا TNT. بذار بزنیمش و ترکید. گوشم همین الان لگ زد. و این همه جا ترکون و خیلی باله. کلا این همه مود داره، این همه TNT داره. حالا من وقت نمیکنم همشو تست کنم و این مود خیلی جالب باحالی هستش. بریم سراغ آموزش نصب این مود. خب دوستان عزیز، وارد برنامه تلگرام میشید و این عبارتی که من تو جستجو سرچ کردم رو سرچ میکنی و وارد کانال بنده میشی. اینجا کانال منو میاره و میایم پایین و اینجا بنده مودشو گذاشتم. شما این مودو دانلود میکنید و روش کلیک میکنید و وارد ماینکرافتتون میشه. اگر هم نشد یه صفحه میاره که میخواد و میگه با کدوم برنامه میخواید باز کنید. شما با استفاده از برنامه ماینکرافت این مود رو باز میکنید. خب با میسیم لود شه برنامه ماینکرافت. زیاده برنامه رو لود شد. این بالا میاره که مود به بازیمون اضافه شد. میزنیم رو قسمت پلی. حالا هم میزنیم پلی. create new world. حالا میزنیم بازی رو حالت کریتیو. میایم رو قسمت behavior packs و اینجا این مودی که به بازیتون اضافه شده CTNT's add-on، اینو از این گوشه اکتیوش میکنید. حالا اکتیو شد. میزنید رو قسمت کریت، ساخت مپ جدید. حالا اینجا میخواد مپمون بسازه. تا وقتی مپ ساخته میشه من استاپ میکنم ویدیو رو. 2000 years later. خب دوستان عزیز، حالا میبینید مشاهده میکنید مپ بنده ساخته شد. میبینید قسمت آیتم سرچ آیتما. حالا میای اینجا سرچ میکنید TNT و با این همه TNT باحال جالب روبرو میشید که میتونید بعداً برید تستشون کنید. خب دوستان عزیز، چون بنده تو پستی که گذاشته بودم تو مودی که میذارم
بعضی از کامنت ها دریافت میکنم میبینم طرف نوشته میگه این مود برای من کار نکرد، حالا من اومدم یه روش دیگه هم از مود دانلود مود رو بهتون نشون میدم. شما نیاز داری به برنامه ادوانس فور ماینکرافت. وارد برنامه میشی، دانلود میکنی که تاکید میکنم از گوگل پلی دانلود کنی. میای رو قسمت سرچ، اینجا خودش زده TNT، حالا خودمون نزده، واسه شما شاید زده باشه. من سرچ میکنم TNT. حالا میای پایین، اینجا TNT ها رو میایم پایین و این ماد TNT رو میبینید اینجا. وایسا. خب آقا بیایم و دیگه خب اینجا این ماد TNT رو میبینید، روش کلیک میکنید و از این قسمت دانلود میکنید و با برنامه ماینکرافتتون باز میکنید. خب دوستان عزیز، رسیدیم به آخر ویدیو. ممنون از کسایی که این ویدیو تماشا کردین و حتما لایک و ساب یادتون نره.